سلام و درود بر همه رپ‌وازا به چنل رپ نیوز. خیلی خوش آمدید. اگه امروزه بخوای تاثیرگذارترین چهره‌های رپ فارسی به اسم ببری، بدون شک یکی از اولین اسامی که میرسه سر زبونت علیرضا جی جیه. کسی که شاید تو ظاهر شخصیت آروم، کم حرف و حتی کمی خجالتی باشه، اما تو دنیای موسیقی، پشت صحنه و حتی ساختار رپ فارسی یه ستون، حتی فراتر از یه ستون، یه جور موتور فنی و احساسی بوده. این داستان زندگی مسیر هنری، افت و خیزها، جنجالها، دوستیها، دشمنیها، دوباره سازیها و همه چیزی که علیرضا جزایری رو تبدیل کرده به چیزی که امروزه به اسم علیرضا جی جی میشناسیم. علیرضا جزایری تو تهران به دنیا اومد. یه بچه کنجکاو، عاشق کارهای تکنیکی، بازینی که مدام دنبال ساختن چیزهای جدید بود. برعکس خیلی از رپرهای و موسیقیدانها، او از همون اول رویای خواننده شدن نداشت. اما همیشه یک چیز تو وجودش بود: عشق به ساختن. این عشق، این کنجکاو، باعث شد از همون نوجوانی دست بذاره روی نرم افزارهای موسیقی. عقب نشینی نکرد، ترس نداشت و مهمتر از همه به خودش اجازه میداد هر چیزی رو تجربه کنه. تو اوایل دهه 2000 مهاجرت کرد به اروپا. یه اتفاق بزرگ که تاثیرش روی تمام مسیر آیندهش کاملا تاثیر داشت. زندگی توی اروپا یعنی دسترسی به سبک‌های جدید، صداهای تازه، آزادی ذهنی و امکان ساختن بی حد و مرز. اونجا بود که کم کم تبدیل شد به کسی که بتونه بیت بسازه، تنظیم کنه و مفهوم موسیقی رو از زاویه کاملا حرفه‌ای ببینه. تو همین سالها بود که با افرادی آشنا شد که بعداً با هم تاریخ ساختن: سیجل، نسیم و بعدها یاسین، خشایار، آرمین، سهراب ام جی. اون روزها هیچ کس فکرشو نمی‌کرد چند تا جوون مهاجر و چند نفر توی تهران بتونن ژانر رو که هنوز توی ایران ممنوعه یا نامفهومه تبدیل کنن به صدای نسل جدید. ولی دقیقاً همین اتفاق افتاد. جی جی اولش صرفاً یه بیت ساز بود، کسی که پشت سیستم می نشست، نه برای اینکه معروف بشه، نه برای اینکه دیده بشه، فقط چون موسیقی می ساخت تا حالش خوب بشه. اما رفته رفته فهمید من فقط بیت ساز نیستم، من بخش از یک تیمم، بخش از یک جریان. و همین شد که تو سال 2005 هسته اولیه زدبازی شکل گرفت، گروهی که قرار بود بعداً بسیاری از حصارهای رپ فارسی رو بشکنه. با زدبازی از همون اولین کارهاش متفاوت بود، نه صرفاً به خاطر کلماتش بلکه به خاطر فلسفه‌اش: ماجراجو، بی‌پروا، واقع‌گرا، بدون سانسور، بدون ترس. و پشت این صدا، پشت این فضای جسورانه، همیشه نقدش به عنوان مغز تکنیکال گروه قابل لمس بود. بیت‌های خشن اما دقیق، فضای تاریک اما محاسبه شده، ملودی‌هایی که از هم میتونستن حس رفاقت بدن، هم حس جنگ. اینها امضای دام امی جی جی بودن. ترک‌های کلاسیکی مثل تابستون کوتاهه، بریم فضا، دوبارم، با من باش، چرا بدی. بدون کار جی جی اصلا همونی نمیشدنه که امروز هستن. او حتی وقتی تو آهنگ کمتر میخوند، با بیتش، با تنظیمش، با جزئیات دقیقش، حضورش پوینت رنگ تر از بقیه بود. هیچ گروه بزرگی بدون تنش نمیمونه. هرچی مشهورتر میشن، هرچی پرطرفدار، تضادها بزرگتر. تو سالهای 2012 تا 2014 اختلافات کم کم تو زدبازی نمایان شد. دلایل اختلاف سبک، اختلاف شخصیت، فشار مخاطب، فضای جغرافیایی، محدودیت‌های کار، مسیرهای متفاوت زندگی و در نهایت گروه اعلام تعطیلی کرد. برای طرفدارها یک شوک بزرگ بود، برای اعضای یک دوران تازه و برای جی جی شاید نقطه که ثابت کرد او بدون گروه هم خودش است. بعد از جدایی خیلی ها فکر میکنن جی جی کم رنگ بشه، اما او با سیجل و نسیم برگشت با آلبومی که تبدیل شد به یکی از مهمترین آلبوم های بعد از زدبازی. این آلبوم ترکیبی از خشم،
نوستالژی، بلوغ، دلتنگی، تجربه، صدای خیابان، صدای مهاجرت. اسم آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه. و البته امضای همیشگی جی جی بود. بیت های سنگین، تنظیم های سینماتیک و روایت های شخصی که هم واقعی‌اند هم نزدیک. بازخوردها عالی، مخاطب بیشتر از قبل، فشارها 2 برابر، اما مسیر کاملا مشخص. جی جی برگشته بود و قصد داشت ادامه بده. برای اینکه بفهمن چرا جی جی خواسته باید به چند نقطه کلیدی نگاه کنیم. 1. بیت سازی. او به طور جدی یکی از 3 بیت سازهای مهم تاریخ رپ فارسیه. ریتمایی که میسازه ساختار حرفه‌ای داره، میکس دقیق داره، صداهاش انتخاب شده است، حس میدن، بیس‌هاش زنده و قابل لمسن. خیلی‌ها بدون اینکه بدونن در حقیقت عاشق بیت‌های جی جی شدن. 2. فلوی جی جی معمولاً منطقی، تمیز، بدون شلوغکاری، کاملا فکر شده. اینجا قرار نیست صداش مثل آرتیست ها و وکال مفرقی باشه. راز او در هماهنگی وحشتناک حرف و بیته. 3. نگاه اجتماعی و شخصی. جی جی شاید کمتر از بقیه فوش بده، کمتر دعوا کنه، کمتر سر صدا راه بندازه، اما در واقعیت در مورد مهاجرت، رابطه، استرس، فشار، بزرگ شدن، شکست، پیروزی صادقانه، خالص و واقعی میگه. هر چقدر آروم باشی، اسم بزرگ مثل جی جی تو رپ فارسی بدون بیف نمیمونه. یکی از اول مشکلاتش مشکلات داخل زدبازی بود. بعد از جدایی طبیعی بود که شایعه و حاشیه زیاد باشه. مردم دوست دارن بدونن کی مشکل ساز بود. اما جی جی همیشه سعی کرد کمتر حرف بزنه و وارد هیاهو نشه. بحث‌های سبک و محتوا. خیلی ها میگفتن جی جی صداش خاص نیست، بیشتر از بقیه بیت سازه تا رپر. اما جوابش همیشه موسیقی بوده، با کارهای جدید، با کیفیت، با نظم. نقدهای جدی از داخل و بیرون. بعضی متوجه نمیشن که شخصیت جی جی همیشه این بوده: کم حرف، پرکار، منطقی، نه نمایشی نه تحریکی. به همین خاطر هر حاشیه که سمتش میومد همانجا تمام میشد، چون او استثنا وارد دعوا نمیشد. سالهای گذشت، هواداران خسته شدن، شبکه‌ها پر شد از درخواست برای بازگشت گروه و در نهایت اتفاقی هیچ کس فکرش نمی‌کرد اتفاق افتاد. زدبازی برگشت، همون گروهی که یک نسل رو ساخت. جی جی با چهره پخته‌تر، حرفه‌ای‌تر و صمیمی‌تر وارد دوره جدید شد و این بار نه تنها به عنوان یک عضو، بلکه به عنوان ستون فنی و مغز موسیقی گروه به فعالیت ادامه داد. حالا که سالها گذشت، یه چیز واضحه: بدون جی جی صدای رپ فارسی ناقصه. او یکی از معمارترین زدبازی‌ها بود، یکی از مهمترین بیت سازهای تاریخ رپ فارسی، یکی از حرفه‌ای‌ترین مهندسان صدای زیرزمینی ایرانه، یکی از معدود رپرهایی است که مسیر فکری خودش رو داره. بدون سر صدا رشد کرد، ساخت، نقش شد، اما ماند. علیرضا جی جی ثابت کرد برای ساختن تاریخ لازم نیست فریاد بزنی، کافیه کار کنی، متمرکز باشی و اجازه بدی زمان خودش حرف بزنه. چون اوش یک سبکه، نه فقط یک اسم. چون او صدای نسل مهاجره. چون او تعریف کیفیته. چون او منطق پشت شلوغه رپ فارسیه. چون او تاریخ ساز بی سر و صداست. ممکنه خیلی بیشتر فریاد بزنن، ممکنه خیلی بیشتر دیده بشن، اما واقعیت اینه که علیرضا جی جی کسی که شکل رپ فارسی رو عوض کرد بدون اینکه بخواد متمرکز و توی توجه باشه، و همین یعنی خاص بودن واقعی. خب دوستان، خیلی ممنونم تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و دوستانتون معرفی کنید تا ویدیو دیگر مراقبت کنید. فعلا.